و بخش عکس داوران امیرعلی جوادیان، حمید جانیپور و آرش حمیدی. دبیر این بخش خانم فرشته شادی هستند، به افتخار همه دوستانی که اسمشون رو آوردن. خیلی متشکرم. سرکار خانم شادی لطف میکنن که اینو تقدیم میکنم. خیلی متشکرم از شما. من الان برای شما برگزیدگان رو اعلام میکنم. داوران این بخش، یعنی بخش عکاسی، 2 اثر برگزیده رو شایسته تقدیر دونستند. لوح تقدیر این بخش تعلق میگیرد به 1 جناب آقای محمد گنجه برای اثر روز برفی. با صدای دسته شما تشریف میارن. نفر بعد جناب آقای مجید خالقی مقدم برای آثار امید به زندگی، امید به زندگی و آینده، امید به زندگی و خوشنود برای آینده، نشاط و شادی کودکان و امید. ایشون عکاسی دارن گویا. خواهش میکنم تشریف بیارم. اومدم و رفتم. چه سریع بودم. خیلی ممنون. تبریک میگم به شما. خوش اومدید. سرعتشون بالا بود. ماشاءالله. عرض کنم به حضورتون که اما به تصمیم هیئت داوران در این بخش مجموعه آثار 3 هنرمند به طور مشترک به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدن. دیپلم افتخار و جایزه نقدی 1,000,000 تومانی تعلق میگیرد به مجموعه آثار جناب آقای عطا رنجبر زیدانلو برای آثار امید به فردا، هنرمند، پشتکار و امید، همینطور امید و نشاط. یادش بخیر زمان نگاتیو که ما یه دونه فیلم 36 تایی داشتیم، 5 سال طول کشید اینو بگیریم. اینقدر حساس بود. یعنی صبح که می‌خواستیم عکس بگیریم انگار می‌خواستیم بریم تفریح، همه آماده می‌شدن. یادش بخیر. خیلی ممنونم. خوشحالم که هنرمندای عزیزمون از امکانات سخت افزاری این روزها هم بهترین استفاده رو میکنن. تبریک میگیم. و اما جناب آقای فاتح شافعی برای آثار حقیقت نزدیک، سیستان و بلوچستان و امید الان دریافت هدیه خواهند داشت. به افتخارشون دست بزنید. نفر بعد جواد اصغرالغلی برای آثار مرد بارانی، امید و فراتر از بند. به افتخار این هنرمند هم دست بزنید.